سلام، من مریم امیری هستم. به کانال آشپزی خودتون خوش اومدید. دوستان، اینجا یک مدرسه آشپزیه و هر چیزی که بهتون آموزش میدم 0 تا 100 با تمام نکته هاش براتون میگم. شیرین پلو پای ثابت مهمونی‌ها و عروسی‌ها و مراسم‌های ما ایرانیاست. درست کردنش هم کاری نداره، اصلا کار سختی نیست. فقط کافیه یه خلال پرتقال تازه و عالی داشته باشید و نکته‌هایی که توی این ویدیو میگم رو کاملا اجرا کنید و انجام بدین. یک غذای بسیار خوشمزه، معطر که اگر بلد نباشید درستش کنید جاش همیشه سر سفره هاتون خالیه. خب اولین مرحله برای درست کردن یه شیرین پلو لذیذ و خوشمزه اینه که باید مرغا رو یه کمی تفت بدیم. یه مقدار کم روغن در حد 1 یا 2 قاشق ریختم و بعد مرغ رو میخوام بهش اضافه کنم. اگر تیکه های مرغ درشت بود حتما مرغا رو به نظرم بهتره که یه مقدار ریزترشون بکنیم و تیکه های مرغمون کوچیک‌تر بشه. به این صورت ببینید هم برای شیرین پلو از سینه مرغ میشه استفاده کرد، هم از رون مرغ، هر دو قابل استفاده‌اند و همینطور حتی از فیله مرغ. باید ببینید که شما کدومو بیشتر دوست دارید. مرغا رو داخل قابلمه حالا یا تابه قرارشون میدیم و به همین صورت. خب من این دستکشای مرغی رو در بیارم و بذارم کنار. خب و حالا میایم به مرغ یک کمی نمک میزنیم، یه مقدار کم نمک بهش میزنیم، بعد یه کمی هم فلفل سیاه. فلفل سیاه رو همیشه سعی کنید همون لحظه از فلفل درسته یعنی استفاده کنید که همون لحظه نیم کوبش بکنید. اینطوری خیلی خیلی بهتر و عطر بهتری خواهد داشت. یه کمی زعفرون هم اضافه میکنم بهش. خب حالا میذارم به همین حالت آروم آروم این مرغا سرخ بشن. در حدی سرخشون نمی کنیم که رنگ مرغ تغییر بکنه، چون بعد مرغا یک کمی ممکنه داخل شیرین پلو حالت خشکی پیدا کنن، چون این مرغ بعد که میره داخل برنج دیگه سوسی رو با خودش نداره، بنابراین ممکنه یه ذره خوش بشه. خب حالا تو این فاصله چیزی که یه ذره زمان بر هست درست کردنش خلال پوست پرتقال یا پوست نارنجه. شما هم میتونید از پوست پرتقال استفاده کنید، هم میتونید از پوست نارنج استفاده کنید، یا حتی میتونید ترکیبی هم اینا رو استفاده کنید. ببینید ما اون قسمتی که نیاز داریم پوست رنگی، یعنی در حقیقت پوست نارنجی پرتقال یا نارنج هست. این قسمت های پنبه‌ای کاملا غذای ما رو بدطعم میکنن، پس به این حالت آماده کنید. البته این کاری رو که الان من دارم انجام میدم شما میتونید پوست پرتقال، خلال پرتقال یا خلال نارنج آماده تهیه بکنید به صورت خشک شده. خب حالا اینها رو یا اینکه توی فصل پاییز و زمستون میتونید خودتون این خلال ها رو آماده کنید، خشک کنید و یا فریز کنید و داشته باشید، ولی تازه‌ش اصلا یه عطر و بوی دیگه ای داره واقعا. خب به این صورت خلال های خیلی خیلی باریک درست میکنیم. هرچه خلال هاتون ظریفتر و باریکتر باشه بهتر. همه پرتقالا رو تقریبا 5 تا پرتقال من پوستش رو گرفتم و به همین صورت خلال کردم. عطر و بوش هم که نگم تمام این فضا رو پر کرده. حالا میریم سراغ تلخی گرفتن پوست پرتقال. این پوستای پرتقال رو داخل آبی که در حال جوشه میریزیم. ببین آب اول باید جوش بیاد بعد پوست پرتقال رو بریزیم، نه اینکه آب و پوست رو با هم بذاریم تا جوش بیاد. این روش درست نیست. حدود تقریبا 3-4 دقیقه این رو میجوشونیم. بعد از 3-4 دقیقه پوست پرتقالا رو خالی میکنیم توی یه صافی یا یه توری و داخل آب سرد قرارشون میدیم که کدر نشن و این کار رو 2 بار تکرار میکنیم. بعضیا
بعضی از همکاران من اعتقاد دارن که باید 5-6 بار این کار انجام بشه، ولی تمام مزه و عطر پوست پرتقال گرفته میشه. همون 2 بار به نظر من کاملا کافیه. خب تو این فاصله تا این بخواد 3-4 دقیقه بجوشه ما باید مرغا رو برگردونیم و بذاریم این سمت دیگه مرغامون هم باید کاملا سرخ بشن. ببینید در همین حد کافیه. خب چند دقیقه هم به این صورت این مرغا حرارت ببینن. الان حدود 3-4 دقیقه پوست پرتقالا جوشیدن. ببینید من 1 بارشو اینجا انجام میدم که شما ببینید. بعد از اینکه از توی آب جوش درشون آوردیم، بعد بلافاصله باید این رو داخل آب سرد قرار بدیم تا رنگشون شفاف و براق بشه، حالت کدر پیدا نکنه. خب دوباره آب میذارم جوش بیاد و این کار رو 1 بار دیگه هم تکرارش میکنم. مرغا هم وقتی تفت داده شدن یه دونه پیاز رو داخلش میندازیم و آبم میریزیم روش و بدون اینکه رب یا چیز دیگه ای بخوایم بهش بزنیم میذاریم این مرغ بپزه و آبی که ریختیم کاملا تبخیر بشه. خب حالا مرغ داره میپزه، خلال پرتقالم رفت برای بار دوم تلخیش گرفته بشه و جوشونده بشه. الان تو این مرحله ما 2 تا کار داریم. یکی درست کردن شربتیه که روی شیرین پلو میخوایم بدیم و یکی آبکش کردن برنج. من آبکش کردن برنج رو میخوام بگم که بچه ها بیان و این کار رو برامون انجام بدن و شما هم میتونید طبق لینکی که میذارم کاملا اینو ببینید. ندا طبق آموزش چلویی که داشتیم، چلو مجلسی، اینو قشنگ یا آبکش کنید، برنج خوشگل تمیز بر ما بیاد. آخر همین ویدیو لینک چلو رو براتون میذارم. دقیقاً چیزایی که گفته شده رو انجام بدین و برنج رو به همون صورت آبکش کنید و حالا بریم سراغ درست کردن شربت. شکر رو داخل ظرف میریزیم. البته بعضی ها به جای درست کردن شربت تو شیرین پلو شکر خشک و لابلای برنجشون میپاشن، ولی شیرین پلو اصلی حتما با شربت هستش. آب رو هم بهش اضافه میکنیم و میذاریم روی حرارت ملایم. گاهی هم این رو هم میزنیم. نیازی به هم زدن زیاد نداریم، فقط گاهی هم میزنیم که کمک بشه و این شکر بهتر و سریعتر حل بشه. دیگه باید منتظر بمونیم تا جوش بیاد. برای آماده سازی مغزها ما حدود 1 قاشق گلاب رو روی خلال پسته و بادوم به این صورت میچکونیم. ببینید برای هر دوشون با هم همین 1 قاشق گلاب کافیه، کلا نباید. این چند قطره روی این ریختم، چند قطره هم روی اون ریختم. اینو باید بذارید حالا در حد 1-2 دقیقه بمونه و بعد ادامه کار رو انجام بدیم. من فکر میکنم ما باید این قابلمه رو برداریم. بچه‌ها خواهش میکنم یه نفر بیاد این قابلمه رو برداره. این شربتمون رو هم یه دونه هم بزنیم دوباره و تابه رو میذاریم روی حرارت. مرسی. و یه کمی روغن داخل تابه میریزم و حالا خلال بادوم همراه با گلابی که داشتیم رو بهش اضافه میکنم. خلال پسته رو هم اضافه میکنیم. یعنی یه ترکیب رنگی خیلی خیلی عالی. حالا این ترکیب رنگی وقتی عالی تر میشه که پوست پرتقال های تلخی گرفته رو هم بهش اضافه کنیم. اینها رو یه مقدار با هم تفت میدیم. تفت دادنمون نباید زیاد باشه و نباید حالت سرخ شدن پیدا بکنن. فقط و فقط باید به همین صورت تفت داده بشه. یه مقدار که گرم شد و مزه اینها به خورده هم رفت، دیگه از روی حرارت برش میدارم. ببینید الان در اون حدی که لازم بود دیگه تفت داده شده. حالا زعفرون رو بهش اضافه میکنیم. یه زعفرون
نسبتاً فراوون. یک کمی هم میزنم و بعد هم این رو خاموش میکنم. اینجا هم که هنوز این شهد ما جوش نیامده، باید جوش بیاد و حدود 5 دقیقه بجوشه. خب حالا حدود 5 دقیقه که این آب و شکر جوشید، بعد ما میایم به اندازه چند تا قاشق از این آب و شکر رو به این حالت میریزیم روی اینها، روی در حقیقت خلال پسته بادوم و خلال پرتقال و میذاریم همینطوری یه 10 دقیقه روبی بمونه تا کاملا خلال ها این شهد رو جذب میکنن، نرمتر و خوشمزه تر میشن. اینجا هم توی این بقیه شهدی که باقی مونده 2-3 تا قاشق یا حالا یه ذره بیشتر روغن میریزیم. اینم میشه آب روغن برنجمون که در حقیقت آب روغنش همراه با شکر هست و دیگه این رو هم خاموش میکنیم. خب برنجم که ندا برامون آبکش کرد، قشنگ آماده آورد. برای دم کردن شیرین پلو کف قابلمه‌تون رو حتما حالا یه نونی یه چیزی بذارید، چون این شهد شیرینه و میره پایین و اگر برنج باشه تمام برنجای لایه زیر ممکنه که یه مقدار حالت سوخته پیدا کرده باشن، بنابراین حتما زیرش بهتره که یه تدیک داشته باشیم. من کاملا اینجا رو با نون میپوشونم، پر میکنم کف قابلمه رو و حالا دیگه برنج رو دم میکنیم. خب برای دم کردن برنجمون یک لایه برنج میپاشیم. خب بعد از یک لایه برنج یک کمی از این مواد رو میریزیم روش و بعد روی برنج تیکه های مرغ رو قرار میدیم. بهتره که مرغا با این که پخته شده هستن ولی توی قسمت های پایین چیده بشن و خیلی بالا قرار نگیرن. این هم از این تیکه های سیاهی که روی مرغا احیانا میبینید دقیقاً دونه های فلفله که ما ریختیم. خب حالا روی مرغ رو دوباره از این مواد همراه با اون شهد و زعفرونی که روش هست به این صورت میریزم. واقعا شیرین پلو جزو غذاهای جذاب و خوشمزه است، البته برای کسانی که مزه شیرینی این غذا رو دوست داشته باشن. برنج شیرین پلو رو حتما یه مقدار زنده تر آبکش کنید، یعنی یه ذره زودتر بردارید، چون اون شهدی که همراه با شکر داخل این غذا ریخته میشه یک کمی باعث شل شدن برنج ممکنه بشه. و دوباره این کار رو همینطور انجام میدیم و تکرار میکنیم تا موادمون تموم بشن. ببینید دوستان، یک مقدار از این مواد رو باید نگه داریم برای تزیین نهایی و روی کاره. مواد شیرین پلو وقتی با خودش دم کرده میشه خب اون شیرین پلو خیلی لذیذتر و خوشمزه تر میشه، ولی برای تزیین همیشه یه مقدارش رو جداگانه شما بردارید و که دیگه داخل قابلمه دمش نکنید. خب حالا تو این مرحله این مخلوط آب شکر و روغن رو بهش اضافه میکنیم و بعد میره برای دم کشیدن. درش رو میبندیم و میذاریم با حرارت کم دم بکشه. برای دم کشیدنش یه نکته خیلی مهمه و اون نکته اینه که باید حتما شعله پخش کن داشته باشه و حرارت خیلی ملایم باشه. اگر مستقیما روی شعله قرارش بدید، چون شکرها آب و شکر میرن پایین و شکر زود حالت کاراملی و سوخته پیدا میکنه و رنگ زیر کارتون رو خراب میکنه. پس حتما از یه شعله پخش کن استفاده کنید و با حرارت کم این رو حدود 40 تا 50 دقیقه که دم بذارید دیگه شیرین پلو
آماده است. خب این شیرین پلو خوشمزه آماده شد. برای سرو شیرین پلو اول یه مقدار از اون برنجای ساده و سفید روش رو من برمی دارم که این رو میخوام زعفرونیش کنم. یعنی در حقیقت سعی میکنم خیلی با مواد مخلوط نشده باشه. واقعا جاتون خالی، چه عطر و بوی این پوست پرتقاله اینجا غوغا کرده. خب حالا یه کمی زعفرون میریزم. این میشه برنج زعفرونیمون که برای روی شیرین پلو میخوایمش. اینو هم میزنم قشنگ زعفرونی بشه. اگه زعفرونش کم بود یه ذره دیگه هم بهش اضافه میکنیم، ولی به نظر میاد که خوبه رنگ زعفرونش. خیلی هم نمیخوایم زیادی از حد بشه زعفرون. خب حالا این شیرین پلو رو اینجا یه کمی هم میزنم. ببینید شما این رنگ و لعاب این شیرین پلو رو. خب و داخل ظرف یه مقدار میکشم. مرغای شیرین پلو رو هم میتونین کنارش بذارین، هم میتونین روش بذارین، هم میتونین زیر در حقیقت اون دیس برنجتون قرارش بدید. ولی خب اگر یه کمی دیده بشه خیلی خیلی بهتر خواهد بود. خب به مرغا که رسیدیم، برای اینکه مرغا له نشن ما میایم حالا خیلی آروم و با احتیاط مرغا رو درشون میاریم و بعد قشنگ برنج رو هم میزنیم و میکشیم داخل دیس. خب حالا قشنگ با خیال راحت و حسابی همش میزنم. تمام اون شهد و اینها میره پایین و بیشتر مزه شیرین پلو کف قابلمه شماست. به نظر میاد که تدیک جذابی شده. حالا برخلاف این که همیشه تدیک‌های شیرین پلو خیلی جالب در نمیان، ولی فکر میکنم که این خیلی خوب شده باشه. خب اینا رو که ریختم، حالا مرغا رو میچینم. اول من اینو تموم بکنم، بعدش میرم سراغ تهدیکمون. خب یه طرفشو مرغا رو میچینم، داغ دستم هم داره میسوزه. خب و حالا از این برنج زعفرونیه قشنگ و فراوون میریزم. یه ذره اینجوری روی این ساق مرغا رو با برنج و زعفرون میپوشونم، چون اینا استخونن و ظاهر قشنگی اصلا ندارن سر میز غذا. ببینید یه ذره اون استخونا که پوشیده شد خیلی خیلی بهتر شد. و حالا تو مرحله بعد از این موادی که لای برنج نریختیم و نگه داشته بودیم، چقدر این برنجا رو من ریختم اینجاها. بیایم این طرف که دیگه کسی نبینه اون ور چقدر کثیف کردیم. حالا از اینا قشنگ میریزیم روی برنجمون. دوستان بعضی از دوستان ما شیرین پلو رو بدون شهد درست میکنن و موقعی که دارن دم میکنن شکر رو لابلای برنجشون میریزن. امیدوارم دوست داشته باشید. همه این نکته ها رو گفتم. آها تدیک رو یادم رفت، بذاریم ببینیم که میشه تدیک رو در بیاریم یا نه. آهسته برش گردونیم. به نظر من تهدیک از این جذابتر نداریم. الان این تهدیک یه مقدار شیرینه، عطر پوست پرتقالو داره و همینطور زعفرون. حالا اون یه ذره گلابی هم که با خلال بادوم و اینها مخلوط کردیم الان رفته اون پایین و قشنگ مزهش توی این تهدیکه هست. امیدوارم این شیرین پلو مجلسی و خوشمزه رو درست بکنید، نوش جان بکنید و ازش نهایت لذت رو ببرید.